بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به داستانی دیگر از داستان صحابیات رسول خدا صلی الله علیه و سلم، صحابیاتی که دارای از اجر و منزلتی بیشتری باز از دیگران داشتند. صحابیه بزرگوار و بانوی بزرگواری که امروز میخوایم درباره ایشون صحبت کنیم یکی از امهات المؤمنین هست، ام المؤمنین زینب بنت جحش، کسی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مورد ایشون فرمود که اون کسی که از شما بخشنده تر هست زودتر به من در اون دنیا ملحق خواهد شد. و در مورد ایشون فرموده بود که ایشون زنی امیدوار و زنی عابده و در انتظار رحمتهای خدا و رجای زیاد به الله رب العالمین داره. ولی این بانوی بزرگوار و این صحابی بزرگوار میشه گفت فضایل زیادی رو برای خودش جمع آوری کرده. حالا ما اینجا که از فضایل میگیم شامل همه میشه، برخی خب میبینید یه شرایط خاصتری براشون فراهم شده. نگاه کنید پسر ایشون، یعنی پسر دایی این زینب در واقع میدونید پسر دختر عمه رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست، دختر عمه رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. اما پسر دایی ایشون، ابن خالها، پسر دایی ایشون کیه؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. پدر بزرگ ایشون کیه؟ که هم پدر بزرگ رسول خدا صلی الله علیه و سلم میشه و هم پدر بزرگ خود ایشون میشه، عبدالمطلب هست. دایی ایشون کیه؟ حمزه سید الشهدا هست، این شیر مسلمانان، قهرمان و اون مجاهد سوارکار و قدرتمند امت اسلامی، حمزه ابن عبدالمطلب هست. برادر ایشون کیه؟ که خب این صاحب اولین کسیه که پرچم اسلام در دستش قرار گرفته، اولین شخصیه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم لقب امیرالمؤمنین به اون داده و یکی از شهدا هست که بهش لقب شهیدی داده شده که به مجدع، یعنی تکه تکه اینو یعنی کردن، یعنی بالاخره قطعات بدنش رو بریدن یا گوش و بینیش هرچی بود، عبدالله ابن جحش، و این خب خواهر اون هست رضی الله عنه. ببینید مقام ها رو داشته باشین. و از طرف دیگه ایشون خب برادری داره جزو شعرای اسلام هست، ابو احمد ابن جحش که البته نابینا هم هست. خواهر ایشون باز یکی از سابقین اولین به اسلام هست، حمنه بنت جحش هست. مادر ایشون که خب عمه رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست که امیمه بنت عبدالمطلب، که خب ببینید این خودش از اهمیت زیادی اینها داره. اما همه اینها رو که بذارید کنار، ایشون همسر رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست که به فرمان الله رب العالمین این همسری و این ازدواج شکل میگیره. حالا ما بهش اشاره خواهیم کرد که چگونه این اتفاق میفته. اون چیزی که در سیرت پیامبر و صحابه میخونیم درش درس‌های زیادی خوابیده. اصلا زندگی ایشون و ازدواج ایشون یک درس‌هایی درش خوابیده که باید امت بتونه به اون توجه بکنه و مسلمانان. در هر صورت ایشون به عنوان یکی از اولین زنان سابقین اولین به اسلام هست که هم در هجرت و هم در جهاد، هم در صبر، هم در زهد و پاکدامنی زبان زد هست. ابو نعیم اصفهانی وقتی که در مورد ایشون داره صحبت میکنه، تعریف میکنه، میگه الخاشعة الراضیة الأواهة الداعیة. این صفتهای ایشون رو میاره که زن فروتن و خاشع و راضی به رضای الله رب العالمین و همش امید و عابده و اهل عبادت و دعا کننده نزد الله بود. و وقتی امام نووی رحمت الله علیه در مورد ایشون میخواد صحبت بکنه، میگه زینب بنت جحش ابن رعاب الاسدیه تکنا ام الحکم، که بهش کنیه ام حکم داده شده. مادرش امیمه بنت عبدالمطلب عمه رسول خدا صلی الله علیه و سلم. اما ببینیم ایشون کی به دنیا آمده. ایشون 33 سال قبل از بعثت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به دنیا آمده. یعنی اگه پیامبر در 40 سالگی به بعثت برانگیخته شده، ایشون در زمانی که پیامبر مبعوث شده پیامبری، ایشون 33 سال عمرش. پس ایشون یعنی 7 سال از پیامبر از نظر سنی کمتر هستن. یعنی زمانی که پیامبر در 40 سالگی به پیامبری مبعوث شده، سن ایشون چنده؟ 33 سال هستش.
خب بالاخره ایشون در مکه به دنیا آمده، در قبیله بنی اسد یا اسد خزیمه هست، در ثروت و رفاه و موقعیت و اصل و نسب خوبی که قرار داشته در اونجا قرار گرفته، تا جایی که ایشون خودش میگه انا سیدت و ابناء عبد شمس، من سرور یا خانوم بالاخره زنان عبد شمس هستم. و جزو کاروان اولیه‌ای هست ام المؤمنین زینب رضی الله عنها که اسلام رو پذیرفت و عطر ایمان در خانواده ایشون قرار گرفت و این عطر ایمان از خونه ایشون در ام القرای اسلامی بالاخره پخش شد و منتشر شد و این از این زد و بندها و بندهای جاهلیت و خرافات ایشون تونست خودش رو رها بکنه. خوب دقت بکنید، عبدالله ابن جحش هم که برادرش هست جزو اولین کسانیه که اسلام رو پذیرفته، نسل اولین و سابقین اولیه. اینها در واقع گفتم که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پسرداییشون حساب میشه، جزو اولین کسانی هستند که وقتی که پیامبر دعوت اسلام رو شروع کرد اسلام رو صادقانه پذیرفتن و ایمان آوردن و با قلبشون با روحشون، اون هم در اون شرایط. چون دوران مکی، نیا کنید دوران مدنی نیست که در پایان دوران مدنی قدرت شد، در دوران مکی، در اون سختی، در اون فشار، در اون ارعاب، در اون بالاخره محدودیت، در اون تعداد محدود و اندک، در اون بالاخره همپیمانی قبایل شرک و جاهلیت و شکنجه و کشتار و همه در اون شرایط ببینید اینها صادقانه اسلام آوردن، اسلام رو پذیرفتن و از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بالاخره حمایت کردن، از اسلام حمایت کردن. این نسل اولیه رو نمیشه ما همینجوری دست کم بگیریم. وقتی هم که زمان هجرت پیش میاد ببینیم که خب اینها هم تابع هستن و تصدیق و صادقانه این هجرت رو میپذیرن و ما میبینیم که بالاخره خب در مکه اینا تحت فشار بودن، همه مسلمانان تعدادشون اندک بود. در اون حصر 3 ساله‌ای که قرار گرفت قبیله بنی هاشم تا فامیل های پیامبر، همه اینها این رنج ها رو کشیدن تا اینکه بالاخره زمینه آماده شد که برای اینکه اینها هجرت بکنن و خب اینها هم هجرت کردن و با صبر و پایداری دوران مکی رو پشت سر گذاشتن. دورانی نیست که ما الان فقط به زبان داریم میاریم، لحظه به لحظه و ثانیه به ثانیه زندگی در دوران مکی زندگی سخت، سراسر رنج، شکنجه، فشارهای روانی، فشارهای جسمی، فشارهای اقتصادی، انواع فشارهایی که ممکنه بر یک فرد وارد بشه در اون زمان در دوران مکی اینها تجربه کردن، تا اینکه بالاخره پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اجازه داد که اینها به مدینه هجرت کنند. خب فرزندان بنو جحش هم بالاخره به امارت یا رهبری عبدالله ابن جحش و برادرش ابو احمد ابن جحش که گفتیم که شاعر هم بود البته نابینا بود، اینها چیکار کردن؟ هجرت کردن. محمد ابن عبدالله ابن جحش با اینها بود و از بین زنان زینب بنت جحش که قهرمان داستان امروز ما ام المؤمنین هست، حمنه بنت جحش که خواهر ایشون هست که ایشون در واقع باز همسر مصعب ابن عمیر هست. اصلا این ارتباطات اینقدر زیباست که نمیشه اصلا آدم بیان بکنه. و ام حبیب بنت جحش که باز ایشون همسر عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه هست. اینا جزو همین تلیه دارانیه که هجرت میکنن. ببینید این شخصیت ها رو باید تو خاطر سپرد و ببینیم چه متاسفانه میگم ما از تاریخ اسلام گاهی فقط چند اسم رو میشنویم و دیگه بقیه رو نمیخوایم بفهمیم. اون چیزی که از حقیقت اسلام ما میبینیم رسول خدا صلی الله علیه و آله اصحاب و یارانش مجموعه بزرگی است که خداوند برگزیده و این هدایت رو شاملشون کرده و اینها رو به عنوان سنگ بنای اصلی دعوت اسلامی و منبع نور و ایمان قرار داده به سراسر جهان. بله بالاخره این قبیله بنی جحش یا فرزندان بنی جحش از زن و مرد به مدینه هجرت کردند و بالاخره خانه‌های خوبی داشتن، وضعیت خوبی در اونجا داشتن، زندگی خانه‌های مرفهی داشتن، درهای خونه‌هاشون رو بستند و رفتند و دیگه خبری نبود کسی اونجا زندگی بکنه. و ابو سفیان ابن حرب که بالاخره وقتی رفت از کنار خونه‌های اینها رفت و بعد خونه‌هاشون دید، خونه‌های خوب و مرفهی بود، لوکسی بود دیگه، به اصطلاح ما لاکچریای امروز بودش و اینا همه این خونه‌ها رو برای خودشون مصادره کردن. گفت این خانه‌های اینها مال من. وقتی که این خبر خب بالاخره به اینها رسید، عبدالله ابن جحش ما قبلا در داستان ایشون گفتم بازم میتونید مراجعه کنید به کانال کلمه یوتیوب کلمه داستان عبدالله ابن جحش رضی الله عنه رو هم نگاه بکنید. اونجا عبدالله ابن جحش اومد پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت یا رسول الله بالاخره این اتفاق افتاده، املاک و دالایی ما رو، خونه هامون همه رو مصادره کردن در مکه. رسول خدا گفت الا ترضى یا عبدالله ان یؤتیک الله بها دارا فی الجنه خیرا منها، نمیخوای خدا به جای این خونه در بهشت به شما بده؟
این خونه‌های لاکچری دنیا که میاد میره دوست نداری؟ قال عبدالله بله، عبدالله گفت برای از ما از خدا میخوایم. پیامبر صلی الله علیه و آله گفت فذلک لک. اینجوری هم شد، خداوند هم به شما خانه‌ای در بهشت خواهد داد. یه نکته‌ای که خیلی جالب وجود داره، ابو احمد ابن جحش که تاریخش نقل شده که ایشون در این مسیر هجرت با اینا همراه بودن و نقل میکنه از این موارد و از ظرافت‌هایی که در این تاریخ نقل شده که اینها بالاخره در قصیده این رو آورده، در هر کدوم دیگه در جای خودش که دیگه ما الان بخوایم مسئله رو مطرح کنیم طولانی بشه. یک نکته خیلی جالب در اینجا وجود داره در این داستان ام المؤمنین زینب بنت جحش که ما باید به این دقت بکنیم. درش عبرت‌ها و داستان‌هایی وجود داره که نمیشه به همین راحتی ما بگیم اینجوریه. چون نکنه این نسل اولیه نسلی است که در یک بستر بشری که غرق در جاهلیته، غرق در اتفاقات و حالاتی هست و صفاتی هست که وقتی به تاریخ عصر جاهلی نگاه میکنیم، به تاریخ سرزمین فارس نگاه میکنیم، سرزمین روم نگاه میکنیم، به تاریخ نگاه میکنیم، در ریشه های اونها حتی در چین و در افریقا، در سرزمین جزیره العرب نگاه میکنیم، به اون تاریخ عصر جاهلی نگاه میکنیم، میفهمیم چه اتفاقی افتاده، میفهمیم که انسانها چگونه زندگی میکردن و چگونه الله رب العالمین برای نجات بشریت از میان انسانهایی که غرق در این جاهلیتن، خو گرفتن با این جاهلیت، خو گرفتن با شرک و خرافات، چگونه خداوند میاد چیکار میکنه؟ پیامبری رو برمیگزینه و چگونه یارانی رو کنار اون قرار میده و اینها گام به گام آموزش میبینن تا ستارگان نورانی بشن برای بشریت در توی تاریخ. چون ممکنه مطلب کمی طولانی شده باشه، ما دنباله داستان رو در جلسه بعد خدمت شما ارائه خواهیم داد. تا جلسه بعد همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.